شما چرا ایفته گرفتین؟ مثلا با من بودین؟ شما چهرت ایفته میخوره جواب میدین؟ با شما بودم. من برای ایفته خیلی زحمت کشیدم استاد. چه زحمتی کشیدی شما؟ اینو همه میدونن دیگه استاد، ارائه دادیم ما. بله استاد. خب نمیدادی؟ من گفتم ارائه بده؟ من هرچی بگم شما انجام میدین؟ ساکت! ببینید من سر کلاس درس خودم خیلی سفتم. درس رو جدی بگیریم، با هیچ کدومتونم شوخی ندارم. استاد جان استاد. شما جان. خودتون رو کثیف نکنید، پسرا همشون همینجوریه. چشم، فقط به خاطر شما خانم چنگیزی. بعد شما گرفتین ایفته، فعالیت کلاسی هم نداشتی. بعد ارائه به درد خودت میخوره. و من به شما میدم 10. استاد جان استاد. من نیم شدم. نیم شدی خانم چنگیزی. شما ارائه نداشتی، فدای سرت. ایشون داشتن به کجا رسیدن. بعد شما کل ترم 2 تا حضور داشتی. همین که اومدی خدا رو شکر. ببین هر حضور 4 نمره، 4 و 4 8 با اون نیمی که گرفتی میشه 8 و نیم. بعد ده نه مال شما میشه 18 و نیم. شما شدی 0. استاد شیطون شدی 20. یاد بگیرین بچه ها. من یاد بگیرین. من دلسوز شما. ببینید درس خوندن به ارائه و زحمت نیست. درس خوندن راحت نیست، میتونی بگیری. من دلسوز شما. مشکل داری ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری